حاضر هر خوراک پایم چی بود؟ این چی باشد؟ واه چی نوشتگی باشد؟ این چه حرف است؟ با حرف ای مانند فقط در بالایش کوسچه دارد. ها انا این دو حرف دیگرش رو میشناسم. او د انا اینش نشناس. چه حرف باشد؟ چی نام داشته باشد؟ چی نام داشته باشد؟ سلام پاندا. سلام زرگوشک. زرگوشک تو نمیدونی اینجا چی نوشتگی باشد؟ حاضر انا دیرو میدونم لیکن اولی حرف رو نمیدونم. شاید ش باشد. ش او د شد. شد چی معنی دارد؟ هر کسی که از این شیشهچه آب نوشد شاد می شود. ایستو نه این کارو هرگز نکن. شاید این زهر باشد. گوش کن تا آمدنی بوم منتظر میشینیم. بوم که آمد انا بعد میپرسیم. البته محلش چی باشد؟ ایستو بیا از حرف خوراک میپرسیم. حرف خوراک نخورده چی خیلی تلفظ میکند؟ حاضر این را دار. اول می نویسیم انا بعد میخورانیم. چی خیلی می نویسیم؟ ما قلم و کاغذ نداریم کو؟ داریم. حاضر انا حاضر. اوهو تو بلوچه بوده ای زرگوشک؟ تو هم پاندا نیم بعد کتابدان و دفتر و قلم گیر. آخر ما قریب کتابخوان شده ایم. البته فردا کتابدان و قلم و دفتر میگیرم دوستم. حاضر من در اینجا انا در بالایش کوسچه انا کوسچه انا میخیل. حاضر یک باری دیگر انا اوه آفرین. حاضر کنی دوستم کنی. انا اوهو رفتیم به حرف خوراک میخورانیم. بومی ما مکتب خان است. علی بارو میداند. رفتیم حرف خوراک دوستم حرف خوراک. هیچ کس نیست کو؟ حرف خوراک. اوهو یگان واقعه روی داده باشد. نمیدانم. خودمون کشاده میبینیم. حاضر دوستم پاندا اینجا بیا. هست؟ کسی نیست. انا حرف خوراک. حرف خوراک. سلام حرف خوراک. سلام دوستم. های دوستم حرف خوراک تو ما را میشنوی؟ الو حرف خوراک. ما با تو حرف آوردیم. این حرف رو بخورو و با ما تلفظ کن. راست انا حاضر زرگوشک حاضر. یا درست این حرفی یاد است. سلام دوستان. سلام بومیدانا. سلام بومیدانا ما یک شیشهچه یافتیم. دو حرفش را خوانده توانستیم لیکن یک حرفش را نشناختیم. نوشته با حرف خوراک خوانیدید؟ بله. بسیار نغز. بیایید امروز حرفی یاد می آموزیم. انا از اینجا حرفا رو گرفته با حرف خوراک میخوانیم. هیچ جای کلمه میسازیم.
خیلی خوب حاضر من کمک میکنم زرگوشک. مرحمت مرحمت انا آنا حاضر واه حرف خورک دهانت را کشا آنا ی آ یا یا حاضر آفرین آفرین خوش حاضر کنی آنا ی آ یا یا حاضر انا همین رو گیر دوستم. آنا حرف خورک ی ای ی آفرین آفرین باز یک حرف آفرین دیگر. خوش ی آ د یاد اوه در شیشه چه یاد نوشته بوده است. آفرین یاد داروست طبیبان آن را به زخم و جراحت میمالند اکنون با یادم رسید یک بار افتیده بودم زانویم خراش یافت دکتر آمده دارو مالید اکنون فهمیدم که یاد مالیده است. آفرین پنده اکنون باز حرف میاریم خوش کنی حرف خورک م آ ی مای آفرین زرگوشک صبر کنید با این کلمه باز حرفها را اضافه کنید یک کلمه نو پیدا می شود این آسان است حاضر خوش آنا با دقت باشه م آ ی س آ مایسا چی شد؟ مایسا آفرین اکنون من یک کلمه می سازم. مرحمت حاضر حرف خورک دوستم حاضر با تو حرف می دیم. انا دوستم م آ ی ن آ ماینا چی شد؟ ماینا آفرین پنده آفرین اکنون دو سه کلمه می سازیم که حرف ی در بین بیاید بومی دانو این کلمه رو خودت گفتی حاضر من می سازم حاضر خوش کنی دوستم حاضر کنی آنا ب آ ی ن بین آفرین زرگوشک بله تو راست گفتی کلمه بین در بینش حرفی یاد دارد بوم من سه کلمه می سازم در بینشون حرفی یاد می باشد. کنی مرحمت حاضر خوش. زرگوشک بیا کمک کن. حاضر انا همین حرف رو میگم. کنی بچه ها بینیم چی می ساخته باشد انا دوستم حرف خورک انا باز یک حرف دیگر انا یافتم حاضر دوستم انا باز حرف این را خور باز حرف میدیم. انا دوستم انا باز یک حرف دیگر حاضر انا دوستم
اینو خور حاضر باز یک حرفی دیگر میدیم حاضر انا خوش. هیکل جای را قیچی خوش. تکرار کنید کمی. هیکل جای را قایچی آفرین. ана ман ҳам як калима месозам. ҳарфи й дар охир меояд. کانی دوستم ҳозир مرحمت. خوش. با حرفای پیشگاه چی شد؟ چ او ی چای آفرین زرگوشک. آفرین. олуча гули бодом ман духтараки додом шина чой нӯшад ман чойрезаки додом. آفرین زرگوشک. آفرین. پاندا لبای تو چی میخونی؟ بوم من 4 کلمه میسازم که حرفی یوت در آخرشان باشد. کانی کمی؟ خوش حاضر جای وای نای کای آفرین پاندا. آفرین. تو ما رو حیران کردی. کلимаи ҳайрон ҳам й дорад. این هم درست زرگوشک. بوم اکنون نوبتی تو از کتاب برو میخونیم با ما یک حکایچه بخوان. می ارزد که با شما بر این دوستان زیرک و دانا یک حکایچه خونم. شما چونان دانا شده اید که یگان حرف و کلمه پنهان نمیمانده. کدی گذشته شینید؟ حاضر خوش. انا شما آماده اید؟ بله این ترکیب باشد سر میکنیم. بی دست روی شست. روی مالش را به سر بست. بر روی کت برآمده نشست. سپس روی به سوی خانه کرد و گفت خیری؟ خیری جان. لبای بیبی جان. گفت خیری و از خانه برآمد. خشروی بیبی یک چایnik چای بیار. خوب شد است بیبی جان. گفت خیری. خیری چای دم کرد. چایnik رو آورده چایگردان کرد. چای رو به پیاله ریخت و در نزد بیبیش گذاشت. چای بوی ریحان داشت. بیبی چای رو نوشیده گفت بای چه چای خوشبوی است ریحان چای. بوم لبای زرگوشک. ман аз ин ҳикояи ту 11 калимаи нав шунидам ки ҳарфи ёд доранд. ана шунав: рӯй, бӯй, рӯймолча, сӯй, таиба, куҷоӣ, хушрӯй, хушбӯй, чойгардон, райҳон, бай. آفرین زرگوشک. آفرین. بله 11 کلمه نو بود. دخترکی با آداب بود از طیبه. дуруст ба ман ҳам чой рехтану ба бибӣ доданаш маъқул шуд. ман ҳам ба хона меравам ва ба бибиам чой дам карда медиҳам. آفرین زرگوشک. با خانه میرویم. با خانه رفته چای دم کرده می نوشیم. لیکن چای دم کردن به نظر آسان می نماید. سخت احتیاط شدن در کار. باز دست و پایمان رو نسوزونیم. احتیاط میشویم بوم. احتیاط میشویم. ای کج کلاه است. بین سیرگاه است. пеши гап кай ояд? доим аз пай ояд. پا نهد به حیوان. сар кашад ба кайҳон. آفرین. خیلی خوب خواندید. شما حرفی رو آموختید؟ бале. آفرین. حرف خورک تو هم آموختی؟ آفرین. بچه های عزیز، شما هم با حرفی شناس شدید؟ خیلی خوب. این ترکیب باشد با حرفی
якчанд ҳиҷо ва калима навишта бурро бурро талаффуз кунед. Хайр бачаҳои азиз. Хайр.